چیز مهمی در برهوته. میدونید ما گاهی وقتا توی برهوت انقدر زخم برمیداریم که زخمامون پینه برمیداره و مثل یه زره میشه و این باعث میشه که هیچ چیز در ما اثر نکنه، باعث میشه درست نشنویم و این اتفاقا باعث میشه هیچی هم بیرون نریزه، نه عشق، نه صمیمیت، نه احساسات و نه داستانهامون. چیزی که برهوت رو قابل تحمل میکنه اینه که ما اجازه بدیم زخمهامون بتابه و گفتیم که از این شکاف‌ها، از این شیارها، از این زخم‌ها نور میتابه. یعنی اینم در اون ارتباط خیلی مهمه. ما با مونولوگ‌های تراژیکمون تنهاییم، ما با مونولوگ‌های خودشیفته‌وارمون تنهاییم، ما با وکیل مدافع درونمون که همش میگه حق با توه تنهاییم و این برهوت رو برهوت‌تر میکنه. میدونید جایی که ما بتونیم بدونیم که همون فیل و فیل سوار که دیگری ناخودآگاهی داره که اون رفتار رو اون میسازه، من هم همینم و بعد